نگاه نویس امروز 5 ژانویه 2021 گزارش تهیه می‌کنیم از شما از کمپ جزیره خیوس، کمپ سی. کمپ سه قسمت A B C. این از کمپ سی است. یک بخشش که مهاجرین از کشورهای سومالی و عرب دمی طرف هستند که قضیهش حالا را پیدا نمیشه. من تیر شوم. خودتان تا آخر ویدیو با ما باشید. پیش خیمه است که این خیمه است، درش قلب است. اینم پیشش است. بله کلن پر گل است. تیر شدم بالاخره. حالة في الآخر خب رسیدیم در چیز دوستان، جایی است که این سرک هم داخل رقم داخل از زمین که ما آمدیم همینطور بود، منتها یک 10 یا 15 روز میشه که ایره تازه نو جور کردن به اصطلاح.
ساختنشان بعد دیگه هم مردم اینجا سعی دارم صدای موتور دارین. این موتور عوض شده، یک موتوری بسیار حالا قوی یا پر سر صدا بود قبلا که اونم چی شده، عوض شده، صدایش کمتر شده که من خودم هم اونو کانیکس نزدیکش برای خودم است، راحت تر شدیم. یک جورایی میشه گفت که بهتر است. دوستان رو با آفتابیم، شاید تصویر خوب نیاد. اینم از این چادر، یعنی زباله ها پیشش کس هیچ پروایی نداره. زباله هست اینجا نیست تمیز کنن یا نه، منتها تمیزکاری دارن دیگه. مثلا مثل خیلی جایی حساسه، مثل سرویس های حمام، سرویس های بهداشتی شده، اینا رو روز به روز که هم مفید نیست دیگه. مثلا جمعیت زیاده، کلا 10 تا دستشویی داره و در طول روز باید 4 دفعه تا 5 دفعه تمیز شونه که یک بار تمیز میشه دیگه. آخر شب اصلا نمیشه داخل از اونا رفت. یک سری سیاره هم هست، باز اگه سیاره هم خیلی کمک داده نظافت اونجا. البته اگر اینا نبودی بسیار بد از بدتر میمود. این سیاره شما ببینید، تمیزترین جایش همین طرف است. سلام علیکم. خب دوستانی، تخته ای است که اینجا اون چیزایی که اعلام میشه میزنه. خب ما سعی منیم این جواب هست، ما از خودم هم سعی کنم. نامده 5 ماه اینترویو دادیم، جوابمون نامده.